خیلی سخته غیر باید من تیریدی بس خلیا بعد برازیلیا بعد غدیولو ندی بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، الحمدلله باز هم جای افتخار است که میتونیم چند خانواده دیگر هم کمک کنیم. مثلا فامیل خواهر ما رابعه 4 پای ماشین خیاطی است، همچنان مواد خوراکی و با مبلغ از پول که میتونن از آن استفاده کنن که 10,000 افغانی است اونم بهشون تسلیم میکنیم. اینا گفتن با واسطه اینمی ماشینا میتونن که مشکلات روزگار زندگی خدا نه انشالله بگذرانن. از خواهرای بزرگ من تقاضا میکنم که بیاین بفرمایین. شما بفرمایین. خوب هستین خاله جان؟ شکر سلامت بش خیر. این ماشیناست البته کلش نو گرفتن، اون شاید معلوم شه نیاز به بسته‌بندی هم باشه. مشکلاتتان حل میشه ان شاء الله. خیر حل شده، خیر ببین، سلامت بش. خیر ببین. بخیر باشین شما هم ان شاء الله. چیز برتان کمک میشم مادر بزرگوار. یعنی تشکر میکنم از این چی که برای ما کمک کرده که مشکل ما حل شود. میخوایم که در آینده ما را حمایت کنه که ما ان شاء الله حتما. خب دوستان عزیز، زمین ماشینا به اینا تسلیم شده. در ضمن مبلغ 10,000 افغانی دیگه است که به این مادر بزرگوار میتیم. شما حساب کنین ببینین که ان شاء الله پر است. خب خیر زنده باشین دوستان عزیز. البته این روان ادامه داره. ما کوشش میکنیم با خواهرای برادرایی که معیوب هستن نیز کار کرده باشیم، ولی برشان زمینه کاری را مساعد میکنیم. اگر نیاز داشته باشن به ماشین خیاطی یا نیاز داشته ماشین لباسشویی خواهرها یا به زرنج چیز، انشالله ما کوشش میکنیم که برشان بگیریم. الان کار مشاهده میکنین، انشالله شما هم در این امر خیر حتما سهم بگیرین. کامیاب باشین خاله، بخیر استفاده کنین. تمام زیاد توکلتش. و یا به عنوان سوال آخری، روز چند جوره لباس میتونین بدوزین با نظرتان؟ چه خبره؟ 2 جوره 2 جوره انشالله. و جوره 500 شاید باشه 400. چه خبره؟ من دست ببین. خلاص روز جوره 2.5 هم که اگه اینا بدوزن 500 میشه یا جوره 500 بشن 1,000 میشه. در ماه 30,000 افغانی حتی میتونن که اینا انشالله عاید داشته باشن. موفق و کامیاب باشین. بخیر. تمام. زنده باشین.